در سالهای پیش از انقلاب 1357 چهره‌های بسیاری در عرصه فرهنگ و هنر ایران فعالیت می‌کردند و هر کدام به نوعی بخشی از هویت هنری آن دوران را شکل می‌دادند. فضای اجتماعی و سینمایی پیش از انقلاب به گونه‌ای بود که این افراد با نقش‌آفرینی‌ها، حضور در رسانه‌ها و فعالیت‌های مختلف جایگاهی ثابت در میان مردم پیدا کرده بودند. اما با وقوع انقلاب مسیر زندگی و کار بسیاری از آنان دگرگون شد. برخی مانند مرتضی عقیلی و بهروز وثوقی که از ستاره‌های پرآوازه سینما بودند، ناچار به ترک کشور شدند و فعالیت حرفه‌ایشان در ایران برای همیشه متوقف شد. گروهی دیگر نیز تلاش کردند در کشور بمانند، اما شرایط جدید باعث شد امکان ادامه کار برایشان فراهم نباشد یا بسیار محدود شود. در نتیجه زندگی هنرمندان در سالهای بعد از انقلاب در مسیرهای متفاوت قرار گرفت. بعضی به دلیل نداشتن تمایل به مهاجرت یا محدودیت‌های شخصی در ایران ماندند، در حالی که برخی که مهاجرت را انتخاب کرده بودند نتوانستند در محیط جدید فعالیت حرفه‌ای خود را ادامه دهند و با مشکلاتی مانند تنهایی، دلتنگی و افسردگی روبرو شدند. برخی از آنان دوباره به کشور بازگشتند، اما گروهی دیگر به دلیل شرایط سیاسی یا موانع قانونی امکان بازگشت نداشتند و ناچار بودند زندگی تازه‌ای را خارج از ایران آغاز کنند. یکی در چهره‌هایی که زندگیش تحت تأثیر این تحولات قرار گرفت، خانم هاله نظری بود. سلام دوستان، به کانال داستان‌های ایران خوش اومدید. مرسی که کانال ما را انتخاب کردید. اگر هنوز عضو این کانال نیستید، با زدن دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و برای اینکه از آخرین ویدیوهای ما قبل از همه اطلاع پیدا کنید، زنگوله کنارش رو بزنید. هاله نظری متولد 1323 در شهر ابهر است و از بازیگران شناخته شده سینمای قبل از انقلاب به شمار می‌رفت. ورود او به سینما در سال 1341 و با بازی در فیلم دلهره به کارگردانی ساموئل خاچیکیان رقم خورد. اما این شروع مسیر هنری برای او بهای شخصی سنگینی داشت. همسرش با ادامه فعالیت او در سینما مخالف بود و از او خواست بین زندگی مشترک و بازیگری یکی را انتخاب کند. هاله نظری تصمیم گرفت مسیر هنری خود را ادامه دهد و با پذیرش جدایی از همسرش به فعالیت در سینما ادامه داد. دلیل مخالفت همسرش نقش‌ها و صحنه‌هایی بود که او باید اجرا می‌کرد و به دلیل زیبایی ظاهری و جذابیت بازیگریش حضورش در فیلم‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت. هاله نظری علاوه بر بازی در فیلم‌های سینمایی، پیش از انقلاب در تبلیغات تلویزیونی نیز فعال بود و یکی از مشهورترین آگهی‌هایی که در آن حضور داشت تبلیغ آی آقا آی خانم دستمال من حریره بود. بعد از انقلاب او با امیر شجره مدیر شبکه پارس ازدواج کرد و به عنوان مجری در این شبکه مشغول به فعالیت شد. هرچند این ازدواج نیز پس از مدتی به جدایی انجامید. پس از آن او در شبکه ایران آریایی برنامه‌هایی با عنوان سالار زنان ایران را اجرا می‌کرد. در یکی از مصاحبه‌هایش توضیح می‌دهد که پیش از انقلاب همراه همسرش در آمریکا بوده است، زیرا امیر شجره به عنوان نماینده تلویزیون ملی وظیفه داشت تجهیزات فنی لازم را تهیه کند و آموزش ببیند تا نصب و راه‌اندازی سیستم‌ها در ایران بدون نیاز به حضور متخصصان خارجی انجام شود. با وقوع انقلاب این برنامه‌ریزی‌ها نیمه تمام ماند و آنها پس از مدتی به ایران بازگشتند، اما برای او شرایط سختی رقم خورد. چون سابقه بازیگری داشت، ممنوع الخروج شد و به مدت 4 سال امکان خروج از کشور را نداشت. او میگوید در این 4 سال بارها به دادگاه احضار شد و بازجویی‌های متعدد را پشت سر گذاشت، در حالی که همسرش به دلیل سمت و فعالیت‌های فنیش مشکلی برای رفت آمد نداشت. سرانجام پس از 4 سال آنها توانستند از ایران خارج شوند، ابتدا مدتی در آلمان زندگی کردند و سپس به لس
لس آنجلس رفتند. با ورود آنها به لس آنجلس، امیر شجره به دلیل تخصصش توانست سریعتر مشغول به کار شود. کمی بعد آقای میناسیان به آمریکا آمد و پس از دیدار با او و همسرش پیشنهاد تأسیس یک شبکه ماهواره‌ای را مطرح کرد. آنها با همکاری یکدیگر دوربین تهیه کردند و مقدمات بخش آگهی و تبلیغات را فراهم ساختند. اما درست پس از آن آقای میناسیان از پروژه کنار رفت و هاله نظری و همسرش تنها ماندند. خوشبختانه در همان زمان فریدون فرخزاد وارد ماجرا شد و با کمک او شبکه پارس راه اندازی شد. آنها توانستند با وجود محدودیت‌های زمانی ساعت پخش مناسبی دریافت کنند که مطابق نیمه شب پنجشنبه به وقت ایران بود و به دلیل تعطیلی روز بعد بینندگان بسیاری برنامه‌ها را تماشا می‌کردند. محبوبیت برنامه‌هایشان به سرعت افزایش یافت. فریدون فرخزاد نقش مهمی در موفقیت این شبکه داشت و حتی به هاله نظری پیشنهاد کرد که به عنوان مجری مقابل دوربین بنشیند. او به او این اعتماد را داد که گذشته بازیگریش می‌تواند برای کار اجرا نیز مفید باشد. بسیاری معتقد بودند همکاری با فرخزاد دشوار است زیرا اخلاق جدی و حساسیت‌های خاصی داشت. اما هاله نظری تاکید می‌کند که در طول سالها همکاری هرگز از او بی‌احترامی ندیده و همیشه قدردان زحمات و مهربانی‌های او بوده است. آنها 6 سال کنار هم کار کردند تا اینکه همزمان با جنگ ایران و عراق فرخزاد برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به آلمان رفت. متأسفانه شایعات بی اساس درباره او مطرح شد که سبب رنجش عمیقش شد و نهایتاً در همان کشور ماند، جایی که سرانجام تلخ او رقم خورد. هاله نظری در ادامه درباره کارنامه هنری خود نیز صحبت کرده و میگوید که هرگز از نقش‌هایش پشیمان نبوده است. به گفته او، یک بازیگر محبوبیت خود را از مردم میگیرد و این مخاطبان هستند که با حمایتشان او را به شهرت میرسانند. او میگوید اگر مردم نمیخواستند هیچگاه چنین موفقیتی به دست نمیآورد. بنابراین هر نقشی که با استقبال مردم مواجه میشد برای او ارزشمند بود. حتی اگر شامل صحنه‌هایی میشد که بعدها برخی بابت آنها او را نقد می‌کردند. او تاکید می‌کند که حضور در نقش‌هایی که جنبه‌های احساسی یا صحنه‌های جسورانه داشت برایش خجالت آور نیست، زیرا اعتقاد دارد این موارد بخشی طبیعی از زندگی انسان هاست و سینما نیز در آن دوران وظیفه آموزش و فرهنگسازی را بر عهده داشته است. از نظر او صداقت در اجرای نقش‌ها بهتر از پنهانکاری و ریاکاری است، زیرا بسیاری از کسانی که مقابل دوربین محتاط بودند در پشت صحنه رفتاری خلاف ادعاهایشان داشتند. او ظاهری جذاب و اندامی متناسب داشت و طبیعی بود که این ویژگی‌ها در انتخاب نقش‌هایش تاثیرگذار باشد. با این حال تمام نقش‌هایی که پذیرفته بود را با علاقه و آگاهی اجرا می‌کرد و حتی امروز هم نسبت به آنها احساس رضایت دارد. از میان فیلم‌هایی که در آنها حضور داشته، فیلم خاتون 1356 را بهترین تجربه حرفه‌ای خود می‌داند. همچنین از بازی در فیلم مواظب کلاهت باش در کنار محمدعلی فردین و رضا بیک ایمان وردی با احترام و علاقه یاد می‌کند. از جمله آثار سینمایی هاله نظری می‌توان به فیلم‌های خاتون 1356، پاک باخته 1355، پیش کشورت 1355، یقین و عرق و مجازات 1355، بنده خدا و تهمت 1354، دختران بلا و مردان ناقلا 1353 و آقای جاهل 1352 اشاره کرد. زندگی او نمونه‌ای از سرگذشت هنرمندانی است که با وجود فراز و نشیب‌های شدید در مسیر کار و زندگی تلاش کردند هویت هنری خود را حفظ کنند و با شرایط تازه کنار بیایند. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت می‌کنید. اگر می‌خواهید از آخرین ویدیوهای ما باخبر بشید، ما را سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا برنامه بعد